این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. درس امروز پیرامون سه مطلب می باشد که مطلب اول در مورد جنت و دوزخ. در درس های سابق بیان کرده بودیم که احوالات زمامدارها و پادشاهان دنیا به عقل نزدیک میکنه بیشتر او چیزی را که در شریعت مقدس اسلام آمده، بلکه احوال زمامداران دنیا یک چیز از او به اعتبار نظم و دیسیپلین گرفته شده از آیات و احادیث پیغمبر و از او جمله دارالتقدیر و همچنین سجن و بندیخانه می باشد. همونطوری که در دنیا لازمه زمامدار، پادشاه یک کشور و ولی یک منطقه هم تا ای که مجرمین در بندیخانه بیاندازه، یا به طور ابد و یا به خاطر تعذیب برای چند وقته، و دارالاکرام هم داشته باشه و سالن تقدیر هم داشته باشه که همگی او کسانی را که به طبق قانون او رفتار میکنند تقدیر بکنه، اکرام بکنه، تا ای که از یک طرف تخویف باشه، از یک طرف دیگه ترغیب باشه. به همون گونه خداوند تبارک و تعالی جنت داره و دوزخ داره که در قرآن عظیم و شان احادیث پیغمبر علیه السلام ابواب و صفت الجنه، ابواب و صفت النار، بابهای مختلف را محدثین رحمهم الله درباره صفات جنت و احادیثی که در اون مورد آمده، در مورد صفات دوزخ احادیثی که در اون پیرامون آمده ذکر کردند و ما و شما عرضه داشتند. پس جنت و دوزخ برای فعلا هم موجوده. عقل همینطور تقاضا میکنه که وقتی که ترغیب داده میشه که هر کسی که چنین کار بکنه موافق با قانون نامه رفتار بکنه به او مکافات میدیم، پس محل مکافات باید موجود باشه و وسایل مکافات باید موجود باشه. هر کسی که مخالف با قانون رفتار بکنه او را به بندیخانه مندازیم، پس باید بندیخانه موجود باشه دیگه. خداوند تبارک و تعالی هم بیان می‌فرماید کسی که ایمان بیاره و اعمال صالحه انجام بده و تا دم مرگ بر ایمان باشه او را ما به جنت میبریم و چنین و چنان نعمتهای عظیم ما نصیب او میکنیم و او را اکرام میکنیم.
پس باید که دارالامتنان و دارالرضای پروردگار موجود باشه، سرای پر از نعمت باید موجود باشه تا ای که ترغیب باشه، تشویق باشه نفر به خاطر انجام دادن کارهای نیک. اگر قرار باشه که پادشاه بگه از این به بعد ما باز تیار میکنیم شما حال انجام داده برید، موافق قانون برید، و این نفر اینقدر با شوق و ذوق نمیره به طرف او کار. و به می ترتیب تخویف هم خداوند تبارک و تعالی میفرماید که او کسانی که کافر شدند ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فیها، یعنی پیشتر از اولئک هم شر البریه، اینا هم یک است دال بر این موضوع که جنت و جهنم همال وجود داره. به می ترتیب احادیث معراج پیغمبر علیه السلام که ما و شما مطالعه بکنیم، هنگامی که به معراج تشریف میبرند یک دفعه معراج روحی و جسدی و بارهای دیگه معراجهای روحانی بوده در همه گزو، بلکه در عالم بیداری پیغمبر خدا علیه السلام در هنگام صلات کسوف که پس میخزند و پیش میرند، اصحاب مبارک بعد از نماز از ایشان میپرسه که چرا اینطور حالتی پیش شد؟ میفرمایند که مرا که دیدید پس خزیدم لمبه جهنم بالا آمد و جهنم هم دیدم و هنگامی که پیش خزیدم و رفتم به طرف جلو بلکه و رأیتمونی تناولت شیئا، مرا دیدید که چیز گرفتم، او خوشه از خوشه های انگور جنت بود که اگر به این دنیا می آوردم لأکلتم ما بقیت دنیا، تا وقتی که دنیا بود شما می خورده. پس احادیث معراج او همگی دال بر ایه، صریح بر ایه که جنت و دوزخ می باشه موجود همال هم. آیات مبارکه هم اعدت للمتقین اعدت للکافرین، جنت برای متقی ها آماده کرده شده. لفظ گپ به سر اعدت می باشه صیغه ماضیه. در کلام عرب صیغه ماضی به خاطر زمان گذشته به کار میره، یعنی در گذشته خیلی پیشتر از وجود شما جنت و دوزخ آفریده شده. پس کلمات ماضی دلالت میکنه برای که جنت و دوزخ آفریده شده بوده و هسته. نهایتاً سوالی که شاید به ذهن خطور بکنه ایه که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز بغیر از ذات پروردگار هلاک شدنیه. خود در قرب قیامت هنگامی که سور اسرافیلی بدمه و جنت و دوزخ هم خود هلاک میشه. پس فایده وجود زبر آل چیه؟ بعد از این که سور اسرافیلی برای مرحله دوم دمیده شد به اونجی که باز پیدا بشه او همون خود اثر او معلوم میشه که از او بعد دیگه باز ابدی میشه، از او بعد همیشگی میشه. حضرات محدثین علمای عقاید رحمهم الله میفرمایند که مراد از هلاکت در این آیه مبارکه این نیه که مثل هلاکت انسان، هلاکت هر چیز به طبق حیثیت همون چیز. مثلا کارخانه در صورتی که توقف بکنه، کارخانه خود موجوده، همین توقف کارخانه و هلاکت دیگه کارخانه شمرده میشه. پس هلاکت هر چیز به حیثیت خود همون چیز تعلق داره. به اینجی هم برای یک لحظه که همون تصدیق قول پروردگار بشه که کل شیء هالک الا وجهه، یک سکوت و یک تعطیلی در جنت و دوزخ به وجود میاد. اینطوری که جنت و دوزخ بر هم و در هم بشه، نه، هست ولیکن تعطیل معطل قرار میگیره تا ای که باز بعداً در سور اسرافیلی دوم که
دمیده میشه به اونجا باز پس کار خود شروع میکنه. همین عذاب قبر و یا ثواب قبر که پیغمبر علیه السلام میفرماید که قبر یا حفره از حفره های آتش جهنم، گودی از گودهای جهنم، و یا ای که روضه و باغچه از باغچه های بهشته و در او شخص یا ثواب میبینه یا عقاب میبینه. عذاب قبر و ثواب قبر پیشتر بررسی کرده بودیم. همین عذاب ها و ثواب ها گرفته میشه از این جهنم و از این جنت. تا جنت نباشه و دروازه های جنت، پنجره های به طرف همین قبری باز شدن و نسیم خوش جنت به رسیدن. تا دوزخ نباشه به این عاصی و گناهکار و به این کافر از سموم و از حرارت تیز او نرسیدن، خب کی باز عذاب و ثواب قبر متحقق میشه؟ پس جنت و جهنم هست و کسایی که در جنت میرن برای همیشه هستن در جنت. کسایی که به جهنم میرن یا معصیت کارها از امت اسلامی هستند و یا ای که اشخاصی هستند که او اشخاص کافر هستند، به پیغمبر محمد مصطفی علیه السلام ایمان نیاورده. که او کسانی که ایمان نیاورده اونا لعنت خدا بر از اونا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فاولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین خالدین فیها. تا با آخر در همین جهنم هستن. یعنی همیشگی نسبت به آنها. هرچه که مسلمان های او با درجات خود در آخر مسلمان طایفه به جنت میره. هر اندازه گناهکار باشه، لیکن شرط اینه که با ایمان وفات بکنه. همین مهمه. پس جنت و دوزخ، دوزخ برای کافر همیشگیه، جنت برای مسلمان همیشگی می باشه. یعنی مسلمان از امتهای سابقه در زمان پیغمبرهای سابقه باشه یا از امت مسلمه در بعد از خود بعثت پیغمبر خدا علیه السلام باشه. اینطور نیه که جنت و دوزخ ای باز همینطور یعنی وقتی باشه، موقتی و قطعی باشه، تا یک مدت محدود باشه و باز بعداً کس از بین بره. هیچ کس از حضرات علمای اسلامی به یک قول نمیکنه. او چیزی که به ابن تیمیه صاحب نسبت شده یا به محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمه الله نسبت شده که جهنم یک وقت خواهد رسید که بالکل دروازه تو شلخته بزنه و هیچ کس در جهنم نباشه. این همه نسبت ها که هست صحیح نیه. و اگر کسی هم اینطور گفته باشه خلاف اجماع امت اسلامی این چیز بیان کرده، اولا خود صحیح نیه نسبت به حضرات بزرگوار که کسی اینطور چی بکنه که بالکل اگر گفته باشه هم تحقیق علمی از خود اویه و اینطور نیه که ملزم باشه بر امت اسلامی. اجماع اینه که همیشگیه. چنانچه که در برخی از احادیث میاد که بعد از این که اهل جهنم به سر جا خود قرار بگیرن و جنتی ها به سر جا خود، یعنی همگی جهنم که هست از مسلمان طایفه خالی باشه، فقط کافر طایفه بمانه و جنتی ها به سر جا خود مستقر باشن، به اونجی بالای دیوار اعراف موت به صورت یعنی مرگ به صورت یک گوسفند آورده میشه که این طرف هم میبینه این طرف هم میبینه. جنتی ها و دوزخی هر دو میبینه. ایر میشناسید؟ میشناسید. فیشفع یشرعبون یا یشرفون، این دو بالا میکنن سر کن. به اونجی همین موت دراز کشیده میشه و ذبح میشه که لا موت عذیب بعد دیگه مرگی نیه. نه به او جنتی مرگ میرسه بلکه همیشه در تلذذ و در عشرت و عیش و نوش می باشه، و نه به جهنمی که از مرگ میرسه که راحت باشه. تقاضای جهنمی ها کمیه که یا مالک لیقضی علینا ربک، که ای مالک، ای رئیس خزروانهای جهنم و رئیس عسکرهای جهنم،
پروردگار مار بکشه بیتر از این حالت. لیکن احادیث مبارک مینه که نه، موتی نیه، لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمونه نه اوت هم زنده که بگم زنده هم و زندگی بکنه، همینطور حالت. موضوع دوم موضوع شفاعت می باشه. یکی خو شفاعت کبراه، یکی دیگه شفاعت صغرا. لیکن پیشتر از او این چیز بگیم که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. هیچ کس شفاعت قهری و اجباری بر پروردگار نداره. اینطور نیه مثل که نصرانی ها قول میکنن یا مشرکین معتقد بودند و هستند یا امروز هم که به زور به سر خداوند تبارک و تعالی همی حضرت عیسی یا ای که همی گوه خود هندوها یا ای که فلان موسوی ها بیا اجبار بکنه که همین کسانی که مرا پرستش میکردن یا از امتی های ما هستن اینا باید به جنت ببری. هیچ کس شفاعت قهری نداره، اجباری نداره. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. در سوره مبارکه عامه شریف شفاعت کسی کرده نمیتونه مگر او کسی که خدا به او اجازه بده. پس شفاعت اذنی، شفاعت اجازه‌ای موجود میباشه که اجازه میده پروردگار، او هم نسبت به چی کس؟ در برابر نسبت به او کسی که قال صوابا، در دنیا گفته باشه لا اله الا الله محمد رسول الله، و نسبت به چه کسی، یعنی چه کسانی باز شفیع قرار میگیره بعدا میاد. پس شفاعت اجباری نیه، شفاعت اذنیه، شفاعت اجازه‌ای می باشه با کمال تضرع. یکی خود شفاعت کبرا بود که نسبت به همگی امت ها، با خاطری که حساب و کتاب شروع بشه، معوا و مرجع معلوم بشه که این نفر به جنت میره یا که به دوزخ میره، حساب و کتاب شروع بشه. او مسئله پیشتر تیر شد در درس هفته گذشته. و هرچی که شفاعت صغراه، شفاعت خورد، چون خاصه نسبت به امت پیغمبر خدا علیه السلام می باشه، یکه از اینجا شفاعت خورد. بعد از این که پیغمبر ما محمد مصطفی علیه السلام به جنت تشریف میبرند، اولین کس از مخلوقات و بنده های پروردگار که به جنت تشریف میبره نبی ما محمد مصطفی علیه السلام. بعداً باز سایر پیغمبرها می باشه، بعداً باز 70,000 از امت پیغمبر خدا علیه السلام بدون حساب و کتاب به جنت میره که با هر 1000 70,000 دیگه، یعنی در کنار هر 1000 70,000 دیگه. 70 در 70 چقدر میشه؟ 7 4 میلیارد و 900 میلیون نفر. این کسانی که به جنت بلا حساب و کی میره، کتاب میره. انشالله اگر در ضرب و فراموش نکرده باشم، خطا نرفته باشم، فهمیده شده نه. و بعداً باز موضوع حساب و کتاب دیگه. اولین امت از میان امت ها که میره به جنت امت محمد مصطفی علیه السلام. فقیرهای امت جلوتر از اغنیای امت تشریف میبرن به جنت. فقیرهای صحابه 500 سال پیشتر از خود ثروتمندهای صحابه به جنت میرن. اولین ثروتمند صحابه که به جنت میره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه از عشره مبشره. ابوبکر صدیق از جمله 70,000 نفره که بلا حساب و کتاب به جنت تشریف میبره. و هنگامی که پیغمبر به جنت تشریف میبره، به همون جی هم دل مبارک پیغمبر خدا علیه السلام به غم امت میباشه. امتی امتی.
از داخل جنت پیغمبر علیه السلام شفاعت میکنه. این شفاعت صغرا چند قسمه. یک، نسبت به او کسانی که تا به حال به جنت داخل نشده یا اعمال او سیئات و حسنات، کارهای نیک و بد او علی السویه، مثل دو پله ترازویی که با هم دیگر برابر و یا ای که مستحق آتش جهنم، همین نفر. لیکن نبی ما محمد امین علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی میطلبه که امینا را اگر به جنت بگذاری که بیای پروردگار. پس شفاعت صغرای اول لمن یستحق جهنم، نسبت به او کسی که مستحق جهنم باشه یا ای که برابر باشه اعمال صالحه و اعمال حسنه بد از او، لیکن به شفاعت پیغمبر خدا علیه السلام میره به جنت. و خیلی اوقات یک مجرم هست تقاضای امیر میکنه جرم از او که بره به بندیخانه، لیکن یک کس شفاعت حضور میکنه، وزیر پادشاه فلان شفاعت حضور میکنه، یک متنفذ شفاعت او را میکنه و او به بندیخانه روان نمیکنه، ورنه جرم از او هست، مستحق است به اساس این جرم. همین امروزه همینطوره دیگه. و یک قسم دیگه شفاعت صغرا، او به اعتبار رفعت درجه که نفر اعمال کم انجام داده، اعمال صالحه کم انجام داده، به جنت داخل شده، لیکن درجه پایین. پیغمبر علیه السلام شفاعت میکنه که درجه از این کمک بالاتر بود. این امروزه که میگم فقط به خاطری که به ذهن قریب بشه، در ورنه شفاعت های امروزی که هم میگی به خاطر اینه که ظالم از چی نجات بده، از این که انتقام از او گرفته بشه، حق مظلوم از او گرفته بشه و خیلی کلابازی ها بینجی بشه، به اونجا گپ نیه. فهمیده شده نه؟ و لحاظا پیغمبر علیه السلام شفاعت میکنه که درجه ازی بالاتر بره. این مثل که یک نفر از یک مقام بیاریم به دیگه مقام، پوهند او چی بکنیم؟ فلان بکنیم، بالاتر ببریم درجه از رو، پوهند مل میشه یا یک بالاتر میشه، این همو درجه بالاتر میره به اساس شفاعت. و یکی دیگه هم شفاعت در حق ابو طالب تنها. صحیح؟ حضرت عباس کاکای پیغمبر خدا علیه السلام میفرمایه که همین کاکای شما ابو طالب، همین برادر ما خیلی جان فشانی ها کرد در حق شما، خیلی زحمت ها کشید به خاطر دفاع از شما، آیا شما هم یک منفعت به او رساندید و میرسانید؟ نبی الله علیه السلام میفرماید که اگر شفاعت من نمی بود ابو طالب به قعر جهنم، ولیکن حال که هست به روی جهنم. پس شفاعت نسبت به کافر همین یک کافر، همه کافرانه، فقط همین یک کافر، به خاطری که در حق پیغمبر علیه السلام خیلی جانفشانی کرده، نسبت به او شفاعت میشه. شفاعت در حق همی کافر بیمانه که از جهنم بیرون کنه، کافر هیچ وقت از جهنم بیرون نمیشه، تخفیف در عذاب او آمده میتونه که از قعر جهنم بیای به روی جهنم. پیغمبر خدا علیه السلام میفرمایه یک کافر هست که به روی جهنم قرار داره، فقط پاهازو به داخل آتش است، مثل که کفش با پا کسی باشه، تا بجلک پا یعنی کفش داخل خود همی به جهنم داخله. در بعض روایات دیگه میگه که اخمس و قدمه، همی خود قوسی پازو به جهنمه، لیکن یغلا منه دماغه، مغزو میجوشه از همی عذاب، با این که خیلی کمه، مثل یک کس داخل آب خیلی همینطور که سطحش پایین باشه بستگه
یک یخی خونکی به همگی بدن از او احساس میشه، این هم کس با که به روی جهنمه ولیکن بازم یغلا منه دماغ او جوشنده میشه و به جوش میاد. این همو ابو طالب در نزد اهل سنت و الجماعه به شرف ایمان مشرف نشده و اختار النار علی العار، آتش جهنم را بر پیغور ابو جهل و فلان برگزید. و یکی دیگه نعمت بزرگی که در جنت نصیب جنتی ها میشه رؤیت پروردگار میباشه. خداوند تبارک و تعالی را میبینند. ولیکن پیشتر از اینکه به موضوع جنت بپردازیم، این را بگیم که رؤیت پروردگار چند صورت داره. یک ایه که پروردگار رب العالمین خداوند تبارک و تعالی در دنیا با حالت بیداری ما و شما دیده بشه، ما او رو ببینیم. یک حالت ایه که پروردگار را یک شخص در این دنیا با حالت خواب ببینه، در خواب ببینه پروردگار را. و یک حالت میه که در جنت دار و رضا و بهشت ببینه. این سه صورت نسبت به دنیا بمی حالت بیداری جائز هست. او چیزی که در عقیده اهل سنت و الجماعت است و رؤیت الله تعالی جایزون، این نسبت به این بیداریه که در عالم، در این دنیا با عالم بیداری کس خدا را ببینه جایز هست. عقل یعنی جایز میدانه، این را محال نمیدانه. چرا اگر محال می بود کی پیغمبر حضرت موسی کلیم الله علیه السلام محال تقاضا میکنه؟ محال تقاضا کردن خویی صحیح نیه. باز از یک پیغمبر رب ارینی انظر الیک، خور به من نشان ده که من تو رو ببینم ای خدا. حضرت موسی طلب میکنه. این دانشمند و این پیغمبر اول العزم اگر جایز نمی بود کی طلب میکرد؟ پس این طلب دال بری که عقلا جایز. بلکه اختلاف صحابه در ای که در شب معراج آیا محمد امین علیه السلام خاتم الرسل و سید ولد آدم خداوند را دیده یا ندیده اختلاف هست در حدیث مبارک در بین خود صحابه که آیا پیغمبر خدا را دیده در معراج یا ای که ندیده. اگر دیدن محال می بود در همی دنیا، و معراج هم قوازمی دنیا و ازمی عالم، اگر دیدن محال می بود چرا باز اختلاف بروز میکرده؟ اختلاف وقت بروز میکنه که ممکن باشه، عقلا جایز باشه، باز بعدا واقع شده یا ای که واقع نشده. گپ به سر وقوع، واقع شده یا نشده، میتونه واقع بشه یا نه، جایز خواهد است اما واقع نشده به کسی. او چیزی هم که نسبت به نبی ما علیه السلام حضرت ابن عباس سید المفسرین میفرماید رآه بعین قلبه، با چشم قلب دیده پروردگار را، نه با چشم ظاهری که میباشد. این در مورد رؤیت دنیا. آیی که لازم میشه که جسم باشه یا فلان، یا ای که دور نباشه و نزدیک خیلی نباشه و فلان، اینا خب اسباب و شرایط دیدن ما و شما اجسام را. همونطوری که خداوند تبارک و تعالی با اسباب مسببات موجود میکنه، بدون اسباب هم میتونه که خداوند متعال یک چیز موجود کنه. یعنی بالکل جدایی بیاره در ما بین اسباب و مسببات. آتش به خاطر سوختاندنه، لیکن خدا که نخواهی نمیسوزونه. حضرت ابراهیم علیه السلام دریا به خاطر غرق شدن، کسی که به دریا بره شنا بلد نباشه غرق میشه، ولیکن به موسی کلیم الله علیه السلام و بنی اسرائیل این دریا بالکل خشک میشه. یا نسبت به جناب حضرت موسی تونل تیار میشه با حضرت
خود یوشع که میرن به دیدار جناب حضرت خضر، تونل تیار میشه، بالا همه آب، لیکن اینا داخل تونل میرن، اون جایی که ماهی رفته و تونل تیار شد. یعنی هست که اسباب از مسببات جدا بشه، زیرا خالق اسباب هم خداوند تبارک و تعالی، خالق مسببات هم خداونده، خالق شرایط هم خداونده، خالق مشروط هم خداونده. پس میتونه که مشروط را بدون شرط، بدون یکی دوری نزدیکی در کمال ظلمت نباشه، در کمال ضیا و روشنی نباشه و فلان و فلان، هیچ چیزها مطرح نیست. پس عقلاً رویت پروردگار در دنیا به حالت بیداری جایز، لیکن واقع نیه، واقع نشده. حتی گفتیم نسبت به نبی الله علیه السلام هم پیامبر آخر زمان اختلاف داره، حضرات صحابه مبارک رضی الله عنهم. یکی به حالت خوابه که کس پروردگار به خواب ببینه. محمد مصطفی علیه السلام نبی آخر الزمانه که به خواب ببینه و خب خود پیغمبر میفرمه من رآنی فی المنام فقد رآنی، کسی که مرا به خواب دید واقعا مرا دیده، حالا به هر صورتی که ببینه. زیرا این صورت ها تخیلاتی که به خود شخص برمیگرده، مثل آینه که آینه اگر جلا داشت، کدام کدورت نداشت، خب صاف و شفاف بیننده میشه یا اون مرئی در او. اگر نه آینه که همینطور چی بود؟ چتل رقم بود، آینه نفس چتل بود، خب او باز درمون نفر هم کس همینطور حالات به وجود میانه. پس او کسی که پیغمبر خدا رو خواب ببینه، خود نبی الله علیه السلام میفرماید فقد رآنی، واقعا مردیده، واقعا مردیده، و او به جنت داخل میشه. همون نفره که پیغمبر از پیغمبرها رو به خواب ببینه. و یکی خداوند تبارک و تعالی رو به خواب دیدن، این بالکل واقع می باشه، جایز که واقع می باشه. ها اختلاف است. ابو منصور ماتوریدی رحمه الله اونا می فرماید که جایز نیه، محاله که یک کس خدا را در خواب ببینه. چرا؟ به خاطری که در خواب دیدن یک چیز خب مثال میخواه، در خواب دیدن یک چیز یک خیال به یک نفر موجود شدن، حالان که خدا از خیال و قیاس و گمان و وهم برتر و بالاتر بود. ولیکن او کسانی که دیدن کیه؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله 100 بار خداوند تبارک و تعالی را به خواب دیدن. ایشته میشه که جایز نباشه و کی واقع بشه. پس جایزه که در خواب کسی ببینه. 100 بار در خواب دیده خداوند تبارک و تعالی را، و یکه امام اعظم ندیده، تا ای که باز غیر مقلدین اعتراض بکنه بر حنفیا که شما بالکل غلو میکنید در شأن امام اعظم رحمه الله. نه، امام احمد حنبل رحمه الله هم در خواب دیده پروردگار را. جناب حضرت شمس الائمه کردری رحمه الله هم در خواب دیده خداوند تبارک و تعالی را. جناب حمزه زیات یکی از محدثین بزرگوار، اونا هم در خواب دیده پروردگار را. جناب حضرت علامه سیوطی، علامه نووی، امام نووی رحمه الله و خیلی از علمای دیگه میگن جائز چی که بلکه واقع که کسی در خواب خداوند تبارک و تعالی را ببینه. و به می ترتیب محمد ابن سیرین رحمه الله هم محدث بزرگوار و هم تابعی بسیار جلیل القدر میفرماید که و من رأى الله فی منامه یدخل الجنه، کسی که خدا را در خواب ببینه او به جنت داخل میشه. خدا را که بس معلومه دیگه، این تعبیر رؤیاه که تعبیر میکنه رؤیای او کسی که میگه ای کسی گفت ما خدا را در خواب دیدم، تعبیری چیه؟ من را سبحانه و تعالی فی المنام یدخل الجنه، او به جنت داخل میشه. اگر جایز نمیبود خود توبیخ میکرد، سرزنش میکرد که تو چی گپی که میزنی. جناب حضرت علامه سید شریف جرجانی رحمه الله در شرح مواقف، کتاب بزرگ و معتبر چند جلدی در عقاید خود اهل سنت و الجماعت می باشه،
و به حاشیه از او علامه عبدالحکیم سیالکوتی رحمه الله، این باز حضرات حنفیه میفرمایند جایزه که در خواب کس خداوند تبارک تعالی ببینه، خدا را به خواب ببینه. و به می ترتیب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله در حواشی کوکب الدوری اونجا باز خیلی واقعات ذکر میکنه از این نفر، از این بزرگوار، از این بزرگوار، از سلف صالحین رحمه الله که گفتن ما خداوند تبارک و تعالی را در خواب دیدیم. نمونه بزرگ صحت از او انی رأیت ربی فی احسن صوره، پیغمبر علیه السلام میفرماید که دیشب ما خداوند تبارک و تعالی را در خواب در بهترین شأن دیدم، در بهترین شأن. از ما پرسید فیما یختصم الملأ الاعلی، در چی مورد فرشته ها با هم دیگر مذاکره میکنن؟ الله اعلم. باز ید بلاکه به خود قربه بین شانه های ما گذاشت، پروردگار همگی ملکوت آسمان و زمین به من معلوم شد، تجلی شد. پس بالکل یعنی پیغمبر خدا علیه السلام در خواب دیده خداوند تبارک و تعالی را. بکنیم قطع نظر از این که خواب پیغمبر وحیه، خواب پیغمبر حقیقت، لیکن گپ به سر نفس رویاه که خدا را با خواب دیدن و نبی الله علیه السلام با خواب دیدن. امت هم اگر ببینه کرامت ولی خب بخشی از معجزه پیغمبر می باشه، پس صحیح ثابته. و اگر خیال یا چیز هم به ذهن می آید، جناب حضرات علما رحمهم الله میفرماید که تخیلات خود نفره. همین یکی 200 سال پیش یک جوان آمد که من خداوند تبارک و تعالی با خواب دیدم. ظاهرا ریش از او هم کم بود دیگه از قبضه. گفت ما خداوند با خواب دیدم. گفتم چگونه؟ گفت بالکل ای تو چی از او نمیشه، بیان از او نمیتونه باشه، کیفیت و فلانی نداشت که ما بگم چگونه. خب یعنی میشه ببینه خداوند تبارک تعالی را در خواب. و یکی دیگه باز نسبت به جنتی ها می باشه. هنگامی که اهل جنت به جنت برند، به اونجا دیگه باز مواقع مختلفه به خاطر رؤیت پروردگار می باشه. به هر روز جمعه، اونجا روز جمعه نیه، یک وقتی که مصادف با می جمعه دنیای ماه، به اون تو وقته همه جنتی ها به بازار جنت میرن. این خود از این ملاقی میشه، او خود از او ملاقی میشه، هر کس یکی دیگر میبینه. صحابه میبینیم و پیغمبرها علیهم السلام انشالله نصیب میشه ملاقات به همون جی که هست، به همون بازار یک دفعه تجلی بلاکیف پروردگار میشه. بعد از این که در حدیث میاد یک ابر میاد که همگی احاطه میکنه و به جای بارش مسک میرزه بالای همی جنتی، به همی وقت پروردگار تجلی بلاکیف میکنه. و همچنین گاهی اوقات منبرهای از نور، منبرهای از زمرد، منبرهای از خود لؤلؤ یعنی مروارید، منبرهای از طلا و نقره به اعتبار حالات و حیثیت درجه ابو جنتی به او ساخته میشه و به می حالت تجلی بلاکیف پروردگار صورت میگیره. هرچه که حضرات انبیاء علیهم السلام اونا خدای باز همیشه مشغول نعمت بزرگ که از او بزرگتر نعمت نیه رؤیت پروردگار می باشه. در قرآن عظیم و شان ثابته رؤیت پروردگار در جنت، در احادیث مبارک ثابته وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. در او روز رخسارهایی که می درخشه، خیلی پرتراوته، خیلی شادابه، در عین شادابی از کمال متنعم شدن به نعمت پروردگار الی ربهم ناظره. ناظرتون ربهم، به سوی پروردگار هم نظر میکنن. رؤیت پروردگار هم نصیب از اونا میشه، رؤیت بلاکیف.
اینجی ما نمیتونیم کیف و چون و چرا حضور بگیم، چون بالکل او به ماورای عالم میباشه. و در احادیث مبارکه میاد که هل تضامون فی رؤیت القمر، هل تضامون فی رؤیت شمس. ای صحابه شما در دیدن مهتاب مزاحم یکدیگر میشید؟ یکی ببینه یکی نبینه؟ نه. آیا در دیدن خورشید به یکدیگر مزاحمت میکنید؟ نه. فکذالک لا تضامون فی رؤیت رب، در رؤیت پروردگار هم همینطور مزاحمت نیه که او که قد از او پخش باشه او نبینه، او که قد از او بلند باشه او ببینه، تیلا و تنبه باشه و فلان باشه. نه، هر کس بر نشستگاه خود به مو حیثیتی که داره خداوند تبارک و تعالی تجلی بلا کیف میکنه و رؤیت پروردگار نصیب میشه که از این نعمت در حدیث میاد هیچ نعمت دیگه برتر و بالاتر نصیب شخص جنتی نمیشه. زنها هم به توفیق پروردگار میبینن پروردگار رو، ولیکن در مورد دیدن زنها اختلاف بین علما هست که آیا زنها که به جنت میرن پروردگار رو میبینن یا نه. و نهایتیه که به هر سال یک دفعه دیدن پروردگار نصیب زنها میشه. به امیدی که خداوند تبارک و تعالی شفاعت پیغمبر خود علیه السلام در حق ما و شما ثابت بگردانه، ما را از جمله کسان بگردانه که مشمول شفاعت پیغمبر علیه السلام میشیم و بعد از او که شدیم دیگه باز نعمتهای دیگه همگی خود به خود میاد انشاءالله و رؤیت پروردگار هم از الله مطلبیم که رؤیت خود را نصیب ما و شما بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.